آقا سلام، اینم یه مسیر. ببین گله چجوری رد میکنه. بذار کفتر بخوابه قشنگ بره پایین. الان بهت میگم چیکار داره میکنه کفتر. دقیقا سمت راستش مگه گل نبودش، الان هم داره میپره. نمیخوام گوشی رو برم اونور، ولی دیگه ماهالش نمیکنه. ببین فقط کجا میخواد بره کفتر درت بیرون. اون آشش ببینی آقا لبه این معلومه. اون آشش اینجوری نگاه کن، بذار متوجه شی من چیم. این گله کجاست؟ اینجاست. کفتر ما رفت کجا؟ حداقل 3 برابر اون رفت پایین‌تر. اون از اون زیر داره در میاد بیرون. اینجوری نکن، برگشتش به چسبه بازم قبول نیست. میبینی اینو دوباره سیاهش میکنی. همین کفتر باید یاد بگیره به این نباید بچسبه. ببین بدون که بچسبه اومدش. خواستی هم قریب بگیری از اون آخری هم میگیری، نه از این نزدیکی ها. نزدیکه میگم ببین 1 کیلومتر فرقشه.